در اوکراین ماشین‌های زیرپوش با پرچم‌های روسیه وارد شهر اسلاویانسک شدند. این شهر چند روز باز تحت نظارت جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. وزارت دفاع اوکراین گفت جدایی طلبان 6 زیرپوش را از شهر کراماتورسک تصرف کرده به اسلاویانسک برده‌اند. در پاکستان حکومت ولایت خیبر پختونخوا برنامه به 200,000 کودک فقیر دادن لباس و پایافزال را آغاز کرد. مرحله اول این برنامه در شهر پشاور شروع شد ولی مقامات میگویند که آن به باقی مناطق ولایت خیبر گسترش داده خواهد شد. در افغانستان با گفته بانک آسیایی رشد سرعت رشد اقتصاد در سال گذشته همگی 3.3% را تشکیل داد. این نظر به 11.9% یک سال قبل قریب 9% کمتر است. در شهر سنت پتربورگ روسیه یک گروه صاحبان منزل‌ها گرسنه‌نشینی‌شان را از سر گرفتند. اعتراضگران از 240 خانواده نمایندگی می‌کنند که هنوز 10 سال پیش برای منزل پول سپرده‌اند ولی شرکت‌های ساختمانی خود را ورشکسته اعلام کرده این مردم را عملاً به خانه گذاشتند. مقامات شهر تا حال نگفتند که ساختمان این بناهای ناتمام کی انجام داده خواهد شد. در اسلام آباد پاکستان جشنواره 4 روزه محصولات کسبی زنان آغاز یافت. زنان از تمام گوشه‌های پاکستان از جمله از منطقه‌های قبیله نشین محصول هنر خود را در این جشنواره به نمایش گذاشته‌اند.